مان و والدین عزیز، مغز دانش آموز سطل آشغال نیست، انبار نیست. به جای ذهن انباری بیاییم ذهن آگاهی کنیم. تا بوده معلمان در مرکز کلاس بودن، تا بوده فقط دانش آموزان شنونده بودن، تا بوده دانش آموزان مصرف کننده بودن، تا بوده دانش آموزان به جای پرسشگری کنجکاوی پاسخده بودن. مدارس و سیستم آموزشی به پاسخ دادن، جواب دادن اهمیت داده، به جای اینکه به پرسشگری، کنجکاوی و تفکر اهمیت بده. سیستم آموزشی چشم گوش مغز دانش آموز رو بسته. سیستم آموزشی دانش آموز ساکت و حرف گوش کن میخواد تربیت بده، نه دانش آموز متفکر خلاق. سیستم آموزشی از دانش آموزان میخواد ساکت باشن، حرف گوش کن باشن، مطیع باشن. سیستم آموزشی حق نداره به بچه‌ها بگه به چی فکر کنن، بلکه با آنها یاد بده چگونه فکر کنند. دانش آموز زبون بسته، چشم بسته، ذهن بسته، مغز بسته نمیخواهیم. ما دانش آموز آگاه، جسور، خلاق، متفکر، پرسشگر، خردورز، با اخلاق محیط زیستی میخواهیم. ما سیستم آموزشی نمیخواهیم که فقط در خدمت کنکور ظالمانه و ناعادلانه باشه. ما سیستم آموزشی میخواهیم که در خدمت انسانیت باشه، در خدمت خردورزی، تفکر و خلاقیت باشه، در خدمت انسانیت و آگاهی باشه، در خدمت مهربانی، صداقت، پاکدستی باشه. اینها جایی در برنامه درسی داشته باشن.